آیندگان سلام. سال 1404 هجری خورشیدی است. اگر صدای مرا میشنوید، از شما آیندگان چند سوال داشتم. آیا فکر میکنید آینده افغانستان نیاز ضروری و اساسی به مدرن شدن دارد؟ آیا پیشرفت و مدرن شدن افغانستان بدون نقش حضور دختران و بانوان کشور امکان پذیر است؟ اگر کشور بدون حضور دختران و بانوان به خودکفایی و پیشرفت می رسد، چرا تا به حال این اتفاق رخ نداده است؟ دیدگاه و برداشتمان چیست؟ آیا بانوان می توانند بدون حضور مردان آینده کشور افغانستان را رهبری کنند؟ آیا چنین چیزی واقعا امکان پذیر است و یا توهم پیش نیست؟ آیا کودکان امروز رهبران آینده خواهند بود؟ و کودکان امروز چه نقش و رولی در جامعه آینده خواهند ایفا کرد؟ آیندگان بدرود، موفق باشید.